بار دیگر سلام میگم به همه اونهایی که همین لحظه ها ما رو تماشا دارند از آزادی ویدیو کانال رادیوی آزادی در یوتیوب و حالا ساعت در پراگ رسیده هست و فراموش نکنید که ما ملاقات داریم با شما 3 ساعت بعد در پخش مستقیم در برنامه خبری که در همین جا در کانال ما در یوتیوب پیشنهاد شما ایزان می شود و باوری دارم که چون همیشه ما رو در این صحبت و برنامه های بعدی تنها نمیگذاریم. اما تا آن وقت دوستان کل تاجیکستان پرونده برهان‌الدین سفرعلیев رئیس دهه سیاد نویه حصار و معاونش فخرالدین رجبوف را با سبکتر نمودن عیبنامه به دادگاه عالی ارسال داشت. این دو نفر با آن متهم شدند که روز 8 январи سال 2018 در سن مسجد محله نسبت به ساکنان ازبک تبار با لحن درشت صحبت کرده و جمله گفتند که ازبک‌ها در اینجا حق گپ زدن ندارند. اما برهان‌الدین سفرعلیев عیبنامه مذکور را رد می‌کند و میگوید به هیچ صورت شأن ازبک تباران را پست نزده است. هفته روان در دوره نشستی بین‌المللی منطقوی پرزیدنت چین با سفر دولتی به تاجیکستان می‌آید. مقامات تاجیکستان میگویند این سفر خاص است. هنوز برنامه سفر دولتی سی جین پین به تاجیکستان اعلان نشده است، ولی احتمال می‌رود که در جریان آن چند سند نوی همکاری‌های دو جانبه به امضا برسد. رسانه‌های چینی می‌نویسند این سفر بیشتر به آینده مشترک نگرانیده شده است. چین یکی از سرمایه‌گذاران اساسی تاجیکستان به شمار می‌رود. این کشور در بنیاد راه‌ها و تونل‌ها و کارخانه‌های انفراساختاری سهمی بزرگ دارد، ولی نگرانی زیاد است که دستیابی چین به ذخیره‌های طبیعی تاجیکستان می‌تواند کشور را به منبع اشیاء خام برای همسایه‌اش تبدیل بدهد. چرا این موضوع را در برنامه خبری پیشنهاد شما می‌کنیم. حمله راننده و کاندوکتور автобус به خبرنگاری رادیوی آزادی و خنک‌نظری کارمندان ملیسا و یا چگونه تلاش همکاران ما برای انعکاس مشکلات نقلیات مسافربر در پایتخت با جنجال انجامید و کارمندان مقامات انتظامی که لحظه دست به گریبان شدن راننده و کاندوکتور автобус 4 را با خبرنگاری رادیوی آزادی نظاره می‌کردند از جایشان حتی نجنبیدند. در برنامه امروز ما در این باره به بینندگان رادیوی آزادی گزارش پیشنهاد می‌کنیم و البته منتظر پاسخ و واکنش مقامات شهرداری و انتظامی به این قضیه میشویم. اما باید تاکید کنم که با وجود همه کشمکش ها همکاران ما به تهیه گزارششان درباره تاخیرکاری در رژه حرکت نقلیات مسافربر در پایتخت کشور و ناراضگی ساکنان در این مورد مطلبشان را تهیه کردند که در برنامه اگر با ما بیاید حتما تماشا خواهیم کرد. آرزوهای برباد رفته و یا بحث بکارت تا به کی تقدیرها را می‌سوزاند. با وجود آنکه بحث‌های پاکدامنی در جامعه تاجیکستان گاه با فاجعه تلخ و مرگ عروسان بدنام شده انجام می‌یابد، اما چنین حالت‌ها باز هم رو می‌زنند. در برنامه امروز از سرنوشت تکان دهنده یک جوان دختری به شما قصه خواهیم کرد که با هزاران امید به خانه شوهر قدم نهاد و بعد یک شب او را از این استان بیرون انداختند. حالا این جوان دختر با اشکان ششقطار می‌خواهد که حق به حقدار برسد و نفری که ابرویش را از بین برد جزا بگیرد، زیرا به گفته قهرمان گزارش همکاران ما این حادثه به زندگیش ضربه جبران ناپذیر وارد کرده است و والدینش به بیماری گرفتار شدند. بینندگان عزیز، این گزارش را با هم تماشا خواهیم کرد و البته در این برابر چند مطلب دیگر نیز هست که بعد از 3 ساعت دیگر در اختیار شما خواهیم گذاشت. فراموش نکنید در برنامه خبری ساعت 1 به وقت پراگ، ساعت 4 به وقت دوشنبه و ساعت 2 به وقت مسکو ما همه شما را منتظر می‌شویم. روز خوب داشته باشید.